سلام برای بچه دیجیچه، حالتون چطوره؟ یه ویدیو دیگه براتون آوردم از بررسی یه لپتاپ حرفه‌ای برای آدمای حرفه‌ای، دانشجوها، دانش آموزا و برنامه‌نویسا. تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. لپتاپی که اینجا گذاشتم رو میزم مدل P1403 از سری اکسپرت بوک ایسوسه که اولین چیزی که راجع بهش توجهمون رو جلب میکنه طراحی شیک، مینیمال و جذابیه که داره. بدن این لپتاپ از پلاستیک خیلی با کیفیتی ساخته شده که باعث شده وزنش خیلی پایین باشه، 1 ممیز 4 کیلوگرم وزنشه. همچنین استاندارد نظامی هم دریافت کرده که نشون دهنده مقاومت بالای این لپتاپ در برابر ضربه افتادن یا فشارهایی که ممکنه بهش وارد بشه. واقعا خیلی دستگاه شیکیه و به درد کسایی میخوره که طراحی‌های مینیمال و ساده رو توی لپتاپ‌ها خیلی میپسندن. همچنین به خاطر سبکی هم که این دستگاه داره برای حمل و نقل روزانه خیلی مناسبه. برای همین اول ویدیو گفتم که برای دانشجو و دانش آموزا فوق‌العاده است. صفحه نمایش این لپتاپ بذارید بچرخونمش. صفحه نمایش این لپتاپ 14 اینچی، رزولوشنش فول اچ دی از نوع آی پی اس لوله با روکش مات که باعث میشه بازتاب نور توش خیلی کم باشه و توی محیط‌های پرنور یا محیط‌های باز به خوبی قابل استفاده باشه. روشناییش 300 نیته که بد نیستش، اگر بیشتر بود خیلی بهتر میشد، اما خب با توجه به سایز دستگاه و قیمتی که داره میشه باش کنار اومد و اوکیه به نظر من. حالا اگر حساس باشید شاید این روشنایی براتون کم باشه. همچنین پوشش رنگی نمایشگر این لپتاپ خیلی بالا نیستش که خیلی برای کارهای گرافیکی طراحی پیشنهاد نمیشه. بیشتر این لپتاپ یه لپتاپ حرفه‌ایه برای کارهای فنی مثل برنامه‌نویسی، مثل ترید، کارهای اداری دیگه مثلا استفاده از برنامه‌های آفیس یا کارهای حسابداری و دیگه. پس اگر طراح هستید و کارهای گرافیکی میکنید خیلی این لپتاپ گزینه مناسبی براتون نیستش. کیبورد و تاچ پد این لپتاپ هم فوق‌العاده از کار کردن باش واقعا لذت بخشه. فاصله بین کلیدهای کیبورد مناسبه و توی استفاده طولانی مدت انگشتاتون رو خسته نمیکنه. همچنین عملکرد تاچ پد عالیه. برای استفاده از جسترهای حرکتی ویندوز هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داره. همچنین روی تاچ پدش حسگر اثر انگشت هم داره که حالا جلوتر بهش میرسیم. از این دستگاه کانفیگ‌های مختلفی توی بازار هستش. حالا اینی که من روی میزم گذاشتم i5 13420H با حافظه 512 و رم 16 گیگابایت DDR5 که نوع SSDش NVMe و خیالتون رو راحت میکنه که توی کارهایی که گفتم برای این لپتاپ مناسبه. عملکردش عالیه برای کسایی که برنامه‌نویسی میکنن، کار شبکه میکنن، دارن کار ترید انجام میدن و کارهای حرفه‌ای دیگه، کارهایی که نیاز به یه لپتاپ داره که پردازش اطلاعات روش به خوبی انجام بشه تا برای فردی که داره ازش استفاده میکنه نتیجه مناسب و ارمغان بیاره. الان تو بازار ایران چیزی که موجود هستش که ما هم داریمش به عنوان نماینده ایسوس i5 و i7ش هستش. همچنین یه سایز 15 اینچی هم داره که حالا الان من این 14 اینچی رو چون خودم خیلی دوستش دارم آوردم برای بررسی. که رم و SSDش قابل ارتقاء، رمش رو تا 40 گیگ و SSDش رو تا 4 ترابایت میتونید ارتقا بدید که دیگه نه تنها پردازش‌های ساده برنامه‌نویسی بلکه پردازش‌های سنگین و هوش مصنوعی هم شاید بتونید روش انجام بدید. از لحاظ پورت‌ها این لپتاپ واقعا تکمیله. 2 تا تایپ C داره، 2 تا USB A داره، یه دونه کابل شبکه بهش میخوره، HDMI بهش میخوره که از طریق تایپ C شما میتونید هم تصویر بگیرید، هم دیتا انتقال بدید، هم شارژش بکنید. کابل شبکه‌ای که بهش میخوره از نوع RJ45 هستش که برای کسایی که کار شبکه انجام میدن انتخاب فوق‌العاده‌ایه. سرعت انتقال دیتاش فوق‌العاده است. کسایی که براشون مهمه که پورتا روی لپتاپشون تکمیل باشه، P1403 که فول پورته انتخاب فوق‌العاده‌ایه. باتری این دستگاه 50 وات ساعتیه که با سخت افزار کم مصرفی که داره تقریبا میشه گفت توی استفاده های نرمال 1 روز کامل دووم میاره. حالا یه مقدار سنگین‌تر اگر استفاده کنید ازش ممکنه که نیاز باشه 1 بار بزنیدش تو شارژ، اما با استفاده از تکنولوژی های شارژ سریعی که ایسوس روی این دستگاه گذاشته میتونید خیلی سریع دوباره شارژش بکنید و 1 روز دیگه کاری هم ازش استفاده کنید. تو بخش امنیتی این دستگاه همونطوری که گفتم حسگر اثر انگشت داره که واقعا یکی از نقاط مثبت این دستگاهه.
برای بخش وبکمش یه دونه پوشش گذاشته که حالا برای کسایی که حساس هستن نسبت به این قضیه بتونن اونو ببندن و خیالشون راحت باشه. همچنین چیپ امنیتی TPM ورژن 2 هم ایسوس روی این دستگاه گذاشته که خیال کسایی که برای مثال ترید دارن انجام میدن که اطلاعات ولتشون ممکنه روی دستگاهشون باشه هم راحت میکنه و دیگه تکمیل دیگه همه چیش فوق العاده است این دستگاه. خب به صورت کلی P1403 با سایز مناسب نمایشگر، وزن پایین، DDR5 بودن رمش، چیپ های امنیتی و طراحی مینیمالی که داره برای دانشجوها، دانش آموزا، برنامه نویسا، تریدرها فوق العاده است و به درد کسایی میخوره که یه لپتاپ جمع و جور میخوان که برای کارهای روزانه‌شون عملکرد مناسبی داشته باشه و به قول معروف کارو در میاره. تنها نقاط ضعفی که میتونم به این دستگاه بگیرم اینه که پوشش رنگی نمایشگرش پایینه که خب برای من شخصا توی همچین دستگاهی مهم نیستش، اما خب بهتره بدونید. همچنین جنس بدنش پلاستیکیه، با اینکه استاندارد نظامی داره اما خب پلاستیک ضربه خیلی محکمی نباید بخوره که خب اون هم باز میشه ازش گذشت، اما خب جزو نقاط ضعف این دستگاه محسوب میشه. الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم تاریخ امروز 14 مرداده. قیمت این لپتاپ روی سایتمون P1403 حدوداً 40 میلیون تومنه. برادر بزرگترش با نمایشگر 15 اینچیش حدوداً 45 میلیون تومنه که با گارانتی اصلی روی سایتمون موجود هستش. لیست گارانتی اصلی رو اینجا براتون میذارم که بشناسیدشون و کسایی که تا اینجای ویدیو همراه من بودن با استفاده از این کد تخفیفی که اینجا میذارم میتونن این دوتا دستگاه فوق‌العاده رو تهیه بکنن و استفاده کنن دیگه. دستگاه همه چی تمومه، برنامه نویسا، تریدرها از دستش ندید. خیلی ممنون که توی یه ویدیو دیگه و یه بررسی دیگه همراه من بودید. اگر ویدیوهای ما رو قبلا دیدید و هنوز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو پایین ویدیو بزنید، این ویدیو رو لایک بکنید، کامنت برامون بذارید، کلی بهمون انرژی میده. همچنین از طریق لینک هایی که توی دیسکریپشن ویدیو براتون گذاشتم سایتمون رو حتما ببینید، صفحه اینستاگراممون رو فالو بکنید، لینک کانال کامنت تلگراممون هم گذاشتم که اونجا میتونیم راجع به تکنولوژی و چیزایی که دوست داریم با آدمایی که این حوزه رو دوست دارن صحبت بکنیم و کلی بهمون خوش بگذره. تو این باکسایی هم که الان اینجا اومده ویدیوهای قبلیمون رو ببینید، بررسی مانیتورهای پرو آرت و مانیتورهای کرو ایسوس رو براتون گذاشتم، اونا هم ویدیوهای باحالی ان، حتما ببینیدشون. خیلی ممنون از همراهیتون توی این ویدیو با من دانیالم، اینجا استودیو دیجیچست. دمتون گرم.